تهدید به بستن تنگه هرمز، هشدار جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران به آمریکا. سرتیپ حسین سلامی جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران با هشدار به آمریکا به عنوان تنها دشمن تهدید کرد در صورت ادامه فشار و استفاده از ادبیات تهدید، سپاه برای آمریکایی‌ها بسیار خطرناک خواهد بود و ایران تنگه هرمز را خواهد بست. به گزارش خبرگزاری فارس، حسین سلامی با حضور در یک برنامه تلویزیونی اظهار داشت: ما برای آمریکایی‌ها اگر بخواهند تهدید باشند بسیار خطرناک هستیم و آنها این را می‌دانند. ما توسعه قدرت دریایی خود را برای غلبه بر قدرت بزرگی چون آمریکا آرایش و توسعه داده‌ایم، زیرا قدرت بزرگ و دشمن دیگری غیر از آمریکا نداریم. این مقام ارشد سپاه پاسداران با تهدید آمریکا و متحدانش به بستن تنگه هرمز در صورت تداوم تهدید و فشار گفت: به آمریکا، شرکا و متحدان منطقه‌ایش هشدار می‌دهیم اگر بخواهند از ادبیات تهدید استفاده کنند و ما را تهدید کنند، از قانون عبور بی‌ضرر استفاده کرده و اجازه عبور و تردد هیچ کشتی و شناوری که بخواهد ما را تهدید کند نمی‌دهیم. در واکنش به این سخنان، مارک تونر، معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، با اشاره به تضاد بستن تنگه هرمز با برجام بیان کرد: ما می‌دانیم که انتشار چنین بیانیه‌های غیر مفید و غیر سازنده‌ای از سوی ایرانیان هنوز هم ادامه دارد، اما در عین حال امیدواریم روح برجام به دیگر جنبه‌های روابط ما با ایران و روابط ایران با جامعه جهانی تسری یابد. آمریکا پیشتر بسته شدن تنگه هرمز را خط قرمز خود عنوان نموده و اعلام کرده بود در صورت عملی شدن این تهدید به شدت نسبت به آن واکنش نشان خواهد داد. نظامیان ایران و به ویژه فرماندهان سپاه پاسداران در گذشته نیز به کرات نسبت به بستن تنگه هرمز به کشورهای غربی و عربی هشدار دادند، تهدیدی که در صورت عملی شدن بیشترین آسیب را متوجه ایران خواهد نمود. جانشین فرمانده کل سپاه در ادامه سخنان خود در خصوص برگزاری رزمایش‌های سپاه گفت: رزمایش‌های ما دارای تقویم مشخصی است و شاید برخی رزمایش‌ها بدون اطلاع قبلی و برای اعمال قدرت ایران انجام دهیم. وی ادامه داد: ما قاطعانه و قدرتمندانه به گسترش قدرت بازدارنده دریایی و موشکی خود ادامه می‌دهیم و رزمایش‌هایمان را طبق برنامه به مصالح سیاسی و نظامی برگزار می‌کنیم و هیچگونه محدودیتی را از هیچ قدرتی در دنیا نمی‌پذیریم. این اظهارات تند و به همراه تهدید فرمانده ارشد سپاه تکرار توتیوار سخنان رهبر جمهوری اسلامی است که یک روز پیشتر در جمع فرهنگیان کشور بیان شد. علی خامنه‌ای در سخنرانی خود با اشاره به طرح کنگره آمریکا بر علیه رزمایش‌های دریایی ایران اظهار داشت: امروز دشمنان حرف‌هایی می‌زنند که بزرگتر از دهانشان است و مثلا طراحی می‌کنند که ایران در خلیج فارس نباید رزمایش نظامی داشته باشد، در حالی که این سخنان غلط اضافی است. رهبر جمهوری اسلامی در سخنان اخیر خود خاطر نشان کرد باید در مقابل دشمن قدرت نشان داد، چون در غیر این صورت دشمن گستاخ می شود. اظهاراتی که به دنبال خود سخنان تهدیدآمیز جانشین فرمانده کل سپاه را به همراه داشت، امری که در عملکرد رهبر و نظامیان وابسته به آن مسئله‌ای معمول می باشد. حسین سلامی در بخشی دیگر از سخنان خود آمریکا را متهم به ایجاد ناامنی و تنش‌زایی در جهان کرده و گفت: آمریکایی‌ها هر جا که وارد شدند ناامنی‌های گسترده‌ای را به ملت‌ها وارد و ملت‌های بسیعی را آواره کردند. سردار سپاه این سخنان را در حالی بیان می‌کند که نقش بی‌ثبات کننده و بحرانزای ارگانش در کشورهای همسایه از جمله سوریه، عراق و یمن امری است که دیگر در آن شکی نیست. جانشین فرمانده کل سپاه در خاتمه با اشاره به ماجرای دستگیری تفنگداران آمریکایی آن را موجب عبرت گرفتن آمریکایی‌ها و اثبات کننده تشکیل نیروی دریایی قدرتمند سپاه دانست. این سخنان سردار سپاه اشاره به بازداشت 10 تن از ملوانان آمریکایی توسط نیروی دریایی سپاه دارد که به اشتباه ناوبری وارد آبهای ایران شده بودند.